خوش اومدیم به آموزش جدیدمون. میخوایم که بدونیم چطوری روی هر سطحی هر طرحی رو اجرا و پیاده سازی بکنیم. به عنوان مثال الان این یک صفحه است، حالا شما میتونید لپتاپ باشه یا یه دونه تبلت، میتونه هر سطح دیگه‌ای باشه، هر فرمی داشته باشه. کافیه که این سطح رو اول یک عکس به صورت عمود، کاملا عمود، یکم هم زوم بکنید که اعوجاج تصویرتون تا جایی ممکن برطرف بشه و یک تصویر تمیز یک دست به شما بده. اوکی، تمام. عکس رو که گرفتین، حالا کافیه که یه اندازه بزنیم ببینیم که چقدر طول و عرض این تبلت ما. خب 30.5 حدوداً 30 سانت و چند میلیمتر. اوکی، و این طرف ببینیم که عرض کار چقدره. عرض کارم 22. بله 22. حالا کاری که باید انجام بدیم، بریم این عکس رو وارد نرم افزار کورل بکنیم. همراه من باشید. خیلی خوب، حالا اینجا توی کورل کافیه که بیایم یه دونه صفحه جدید باز بکنیم و ابعادش رو تنظیم بکنیم با صفحه‌ای که مد نظرمون روش میخوایم کار انجام بدیم، که میشد 303 میلیمتر در 220 میلیمتر، 30 سانت و 3 دهم و 22 سانت که این شکلی میشه. اما خب ما کارمون عمودیه، پس این دکمه رو میزنیم که کار عمودی بشه. خیلی خوب، این شد اون صفحه‌ای که ما قراره کار انجام بدیم. حالا کافیه که عکسمون رو بریم وارد کورل بکنیم. عکستون هر جا که بود برش داریم بندازیم توی کورل. حالا فول اسکرین میکنیم، اوکی، و یه کلیک میکنیم. حالا از این بالا 90 درجه زاویه بهش میدیم. اوکی، از این دکمه کراپ هم میتونیم کمک بگیریم. از این گوشه که اول تصویره میکشیم تا پایین تصویر. اوکی، اینتر رو میزنیم. تمام. حالا این عکس رو اندازه میکنیم با اون قابی که اینجا اندازه کردیم. تمام، یعنی کلیت کار تقریبا. حالا میتونیم هر طرحی که میخوایم رو روش اجرا بکنیم. حالا به عنوان مثال من میخوام پشت این یه طرحی بندازم، این لوگوی اپل هم خالی بشه و لوگو معلوم باشه و اطرافش یک حاشیه‌ای بیفته. کافیه که خود تصویر رو انتخاب بکنم، میام توی بیت مپس، میام توی اوتلاین تریس، لوگو، ریداس ایمیج. اوکی، حواستون باشه این دکمه دیلیت اورجینال ایمیج رو غیر فعال بکنین که عکس اصلیتون حذف نشه، چون کار داریم باشه. یه پروسه داره انجام بشه، اینجور تصویری به شما میده. میان این اسپسیفای کالر رو انتخاب میکنین، این آی دراپ رو هم برمیدارین و کلیک میکنین جاهایی که نمیخواین وجود داشته باشه. مثلا این رنگا رو ما فقط لوگو رو نیاز داریم، یه کلیک میکنیم اینجا. حالا برای اینکه اینا رو بهش اضافه بکنیم کافیه که دکمه شیفت کیبورد رو نگه داریم و شروع کنیم به کلیک کردن جاهای مختلف. خب من چند تا رنگی که دور این لوگو بود و مزاحم کار بود رو هم حذف کردم با نگه داشتن شیفت و کلیک کردن روشون. حالا بعد اوکی رو بزنم، تصویری که میمونه رو میکشم کنار. این چیزی که تریس شده یا تبدیل به خط شده. از کجا بفهمم دقیقه؟ رنگ سفید، کلیک چپ، رنگ مشکی، کلیک راست. این خط رو من میده. حالا من فقط این لوگو رو میخوام که بندازم روی تصویر. چیکار باید بکنم؟ کافیه که بیام اینجا کراپ رو انتخاب بکنم، دور این لوگوی سیبمون بکشم و اینتر که فقط این لوگوی سیب بمونه. پیک تول و زوم آوت میکنم، میندازم لوگو رو سر جای اصلیش، زوم میکنم. حالا با دکمه‌های بالا پایین کیبورد هم جاشو دقیق تر میکنم. حالا میخوام یکم بزرگتر از لوگوی اصلی باشه که دورش یه حاشیه بیفته. بعد چیکار بکنم؟ بعد بیام داخل قسمت افکت، کانتور. یه اینجور پنجره‌ای براتون باز میشه که فقط کافیه از این سه دکمه گزینه اوتساید کانتور رو انتخاب بفرمایید. بعد براش تعریف کنید که چقدر بزرگتر بشه. خب ما اینجا تعریف کردیم 2 میلیمتر بزرگتر بشه و اپلای رو که بزنیم ببینید که یه حاشیه برامون دور کار میندازه که یکم بزرگتر از لوگوی اصلی میشه. حالا کافیه که انتخابش بکنیم و بیایم توی گزینه آبجکت، بریک کانتور، یک کلیک بکنیم جای خالی و این سیب قبلی رو دیلیت بکنیم. خب برای اینکه بدونیم دقیقاً چطور شده کلیک میکنیم روی خود آبجکتمون
دکمه ضرب رو میزنیم که بدون رنگ بشه و فقط خطاش بمونه. الان میبینید که انقدر بزرگتر از لوگو داره برای ما کار بروش انجام میده. خب تریس رو که انجام دادین، وقتی زوم میکنین میبینین که آقا مثلا یه ایرادات این شکلی وجود داره. نگرانش نباشید. پایین گزینه پیک تول، شیپ تول رو انتخاب میکنین و این قسمت هایی که آسیب دیده رو انتخاب میکنین. مثلا 3 تا قسمت رو انتخاب میکنم، دکمه دیلیت رو میزنیم تا نرم بشه، بیشتر بر نرم بشه. این 2 تا نقطه دیگر رو هم انتخاب میکنم، دیلیت رو میزنم و باز هم نرمتر میشه. خیلی هم عالی. مثلا اینجا هم بازی تیزی وجود داره، انتخاب میکنم و دیلیت میکنم. دوباره اینجا هم یه مشکل وجود داره، انتخاب میکنم دیلیت میکنم که نرم بشه. اوکی، چک میکنیم باقی تصویر رو. اینجا هم مثلا یه دونه ایراد وجود داره، دوباره این 3 تا رو انتخاب میکنم، دیلیت. اوکی، حالا جاهای دیگه نه به اون صورت مشکل خاصی دیگه وجود نداره و میتونیم بریم ادامه کار. خیلی خب، اگه میخواید دوربینش هم مثلا یه جایی براش در بیاره، گزینه الیپس رو انتخاب میکنیم. کارش دایره کشیدنه، یه دایره میکشیم، اینجا اندازش رو یکسان میکنیم. البته میتونید این قفله رو هم لاک بفرمایید که ابعاد با هم دیگه کم و زیاد بشه. مثلا اینجا میزنیم 7 میلیمتر، این رو هم میکنیم 7 میلیمتر. اوکی، یه دایره شده و میذاریمش وسط دوربین، مثلا اینجا. اوکی، حالا دوربین و لوگو کارش در اومده. خب وقتی که کارمون تموم شد، به عنوان مثال میخوام الان یه مشکی بزنیم پشت این تبلته که جای لوگوش خالی شده باشه، جای دوربینش هم در بیاد. خب حالا وقتشه که عکس اصلیمون رو دیلیت بکنیم. میمونه این لوگو و این جای دوربین، اینم که صفحه کلی تبلتمونه. میایم از این قسمت ریکتنگل تول، یه دونه مستطیل عمودی اینجا رسم میکنیم، زوم میکنیم و ابعادش رو دقیقاً اندازه این صفحه تنظیم میکنیم. حالا دور تبلت گرد بود دیگه، اگه حواستون بوده باشه. میایم توی منوی کانتور دوباره و انتخاب میکنیم خود لایه‌مون رو. تعریف میکنیم که آقا اوتساید کانتور کن، 5 میلیمتر گردی باشه، اون خمی که میده 5 میلیمتر باشه اندازش. و کورنر رو هم روی راوند کورنرز میذاریم. اپلایی رو که بزنیم اینطور اتفاقی میفته. حالا کافیه که اندازه رو درست تعریف بکنیم. تمام 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 و تمام. اوکی، یک بار دیگه بیایم توی منوی آبجکت، بریک کانتور گروپ و این لایه داخلیش که میبینید مستطیل هست رو حذف بکنیم و میمونه این حاشیه دوره تبلتمون. خب لوگوش در اومد، جای دوربینش هم در آوردیم و مونده این صفحه. حالا میخوایم بریم اینو برش بزنیم و نصبش بکنیم. خب حالا یک متریالی که میخوام نصب بکنم روشون میارم. اندازش باید درست باشه، اندازه این. حالا این ذره کوچیک هم از حتی باید بزرگتر باشه یه مقدار که بیشتر جا بگیره، ولی خب من میخوام الان روی این تست بکنم. بریم که برش بزنیم. اول باید جنس رو ببندیم روی دستگاه. خب بریم که طرحمون رو برش بزنیم. تمام، بریم پوسکنش کنیم. پوسکن اولیه‌مون رو انجام میدیم. خیلی عالی. لوگو این رو که داشتیم تو خالی میکنیم. تمام، جای دوربینش هم در میاریم. اوکی، برای اینکه نچسبه و بتونیم قشنگ میزونش بکنیم اول میایم برعکس میندازیم. اوکی، یه ذره این جنس اصلیمون متریالمون یه ذره خیس میکنیم، آب میپاشیم اینطوری. اوکی، حالا برعکسش میکنیم. حالا شروع میکنیم به میزون کردن.
همونطور که می‌بینین لوگو چقدر فیت و اینا در اومده، جای دوربینم همینطور و دیگه شروع میکنه اینجا به بعدش نصب کردن که من حالا خیلی نمیخوام روی تبلتم اینو نصب بکنم، فقط میخواستم بدونید که کار به این شکل انجام میشه.